بسم الله الرحمن الرحیم. امت مسلمان، برادران و خواهران گرامی، افغانستان رو دریابید. افغانستان رنج کشیده، افغانستان دردآشنا، افغانستان زجر دیده‌ای که سالیان متمادی با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، اینک گرفتار یک آزمایش دیگر شده است. زلزله‌ای که اونقدر وحشتناک بود، بیش از 2000 کشته تا الان، بیش از 10,000 زخمی و 10,000 مفقود الاثر، بی خانمان و گرسنه و حیران. زنان و مردان و کودکان در آستانه فصل سرما هیچ ملجأ و مأوا و پناهگاهی ندارند. برادران و خواهران عزیزی که صدای بنده رو میشنوید، به خدا فقط عرض تسلیت کردن در فضای مجازی، استوری و وضعیت گذاشتن، کلیپ هایی از زجه و از گریه زنان و دختران کافی نیست. اظهار همدردی لسانی کافی نیست. وقت اون رسیده که یک هنر زیبا و یک همکاری بسیار جانانه ای رو به نمایش بگذاریم. اونها با زلزله آزمایش شدن، اما این آزمایش برای من و شما هم هست که چگونه بیاری اونها میشه تابیم. برادران و خیرین گرامی، خطاب من به شماست: منتظر رمضان نباشید که تا زکات اموالتون رو پرداخت کنید. این خودش یک رمضان است. از این فرصت استفاده کنید. اگر زکات به گردن شما هست، اگر مال خدا به عهده شما هست، اگر خیرات و صدقاتی هست، بهترین جای خرج کردن اینجاست. ملت افغانستان تنهاست، هیچ کس رو ندارد. تمام مجامع جهانی، سازمان‌های حقوق بشر گوش کرشان رو به طرف مردم افغانستان کرده است. من و شما بایستی، خصوصا خطاب من به مهاجرین افغانی که در کشورهای اروپایی، کشورهای عربی، ایران و حوزه خلیج فارس دارن زندگی میکنن و الله به اونها تمکن مالی داده است، به داد مردم زلزله زده 3 ولایت استانهای افغانستان بشتابید و کمک‌های نقدی خودتون رو ان شاء الله به حساب‌های شماره حساب‌هایی که در زیرنویس میشود به اونها واریز کنید. به زودی زود بنده خودم ان شاء الله با کمک‌های نقدی شما در محل زلزله حضور پیدا خواهم کرد و امانت شما را به صاحبان اونها خواهم رساند. و اولویت ما اول غذا و دارو و سپس مسکن هست. هر کس هر چقدر داره، کارگر، کشاورز، دامدار، تاجر، به مقدار و کمیت پول نگاه نکنید. هر اندازه که هست نزد الله ارزشمند است و اگر کسی هیچ مالی الله تمکن مالی به او نداده است، حداقل در نشر این کلیپ به این صدقه جاریه بپیوندد و امید است که الله سبحانه و تعالی از همه ما قبول بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.